پسری با درآمد کم عاشق دختری شد و به خواستگاری رفت و دختر پذیرفت. پسر پول و پله‌ای نداشت که برای دختر سرویس طلا بخره. به فکر قرض و قله بود، ولی دختر به پسر گفت من سرویس طلا نمیخوام، بدلی بخر. این یه راز باشه بین من و تو. پسر گریه کرد. چندین سال گذشت. پسر خیلی سخت تلاش کرد و موفق شد که یه خونه نقلی بخره و اون خونه رو برای جبران روزهای سخت به نام دختر زد. دختر گریه کرد. پسر به دختر گفت این گریه به اون گریه در. تو مسیر عشق کاسبی نکنید، عاشقی کنید. بذر عشق بکارید که گل عشق درو کنید. کاشت، داشت، برداشت. عشق آن است که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغز و سر و جان زلیخا برود. آره خدایی.